کل لیستو فرستادم براشون آماده کرده، حسابشون هم کردم، تو فقط برو بگیر بیارتش. باشه رو چشمم آبجی. اگه دیدی سنگینه بگو هادی بگم بیاد کمک. سنگین چیه بابا؟ 4 تا پلاستیک دیگه میارشون. هادی جان با هم کاری نداری دیگه من بعدش برم؟ نه فقط از یادت نره لباسام هم از خوشویی بگیری بیای بذاری خونه، شب جلسه دارم. چشم رو چشمم. سلام داداش، خوبی؟ میگم اگه باید بری کلاس دیرت شده میخوای برسونمت. نه راستی سوئیچ ماشینم روم اوپنه، اون یکی ماشینم سوئیچش هست. بردار برو کارتم جلو ماشین، هر چی خواستی از همون حساب کنی ها. آبجی اگه کاری ندارین من دیگه برم. با چی میخوای بری داداش؟ وایسا برسونیمه. خب براش تاکسی بگیر بره اگه دیرش شده. عزیزم خودمون کاری نداریم که، خب میرسونیمش. نه خواهر گلم خودم تاکسی میگیرم میرم. باشه برو، اصل لباسای منو یادت نره بگیری بیاری. سر ساعت میگیرم میارمشون. فعلا خداحافظ. تو چرا اینجوری؟ چقدر فرق میذاری؟ داداش خودت 2 برابر سن داداش منو داره، بعد هر جا میخواد بره یا ماشین بهش میده یا خودت میرسونیش. بعد داداش من هر روز داره کارای ما رو انجام میده، زورتون باید برسونیش. حالا مگه چی شده؟ مثلا بهش برخورده گفتم خودش بره؟ چیزی نشده، اما کاش خانواده منم مثل خانواده خودت میدونستی. از روزی منو تو ازدواج کردی مادر پدرم عین بچه‌شون به تو نگاه کردن، برادرای من عین برادر تو رو دونستن. کاش تو هم بین برادر تو برادر زنت اینقدر فرق نمیذاشتی. حالا هم بشین بریم. دانیال جانم داداش هادی، اگه الان میخوای لباستو میرم میگیرمش میذارم خونه ها. نه داداشم، بیا بشین برسونمت.